قضیه‌ای که امروز سر و صداش بلند است، این هم باشه بازداشت و اینکه دیپارت کردن یکی از حامیای حقوق و کسی که از مهاجران همه وقت دفاع میکرد، ایزد امان. نمیتوان در این قضیه بی‌طرف بود. از لحاظ سیاسی اگر بگیریم، از لحاظ انسانی بگیریم، از در همه حالت یک شهروند، یک نفر مبارز، یک نفر مخالف، یک نفری که فکر و اندیشش آزاد بیان میکنه، نمیتونه که این نقطه را چیکار بکنه، یک کنج کنار بگذاره. قبل از همه من به خاندان برادر ایزد امان صبری جمیل خواهان هستیم، به فرزندانیان ان شاء الله امیدوار هستم که سرجمی مردم باعث رهایی و هر چیز زودتر باز هم در بر مهاجران راست بودن رو تمنا داریم. این آرزوی هر یک ما است. البته هیچگاه همچون یک شهروند، همچون یک انسان در برابر چنین یک پایمال شدن حقوق یک نفر نمیتونم خاموش باشم. و از جمله حرکت سیاسی گروه 24 در این باره بیانیه خود را نویس و طلب هم کرد و امروز ما در همه برنامه هامون قریب باز هم با مردم دعوت میکنیم که مردم عزیز، در این قضیه ها نباید ما و شما خاموش باشیم، بی‌طرف باشیم. تقدیر یک انسان حل می شود. جنایت صادر شدگی است. جنایت در بزرگترین اورانی، در بزرگترین دالان‌های مقامات جنایت صورت گرفته است. طول هفته گذشته اخباری برآمد از طرف وزارت کارهای داخلی توسط رسانه‌های خاور که گویا ایزد امان به تاجیکستان رفت و پاسپورت شهروندیش انیلویت کردند، بیکار کردند و تاجیکستان رفت و از در اونجا از طرف وزارت کارهای داخلی دستگیر کرده شد. ببینین برادران، درست است خبری ناراحت کننده است. درست است که تقدیر انسان اینجا حل می شود. از روزهای اول ما بارها می گفتیم که مردم در زنده بودن یا که در بر شما بودن به قدر نفر برسین که به خاطر شما جان خود را، مال خود را، خب عمر خود را سپری میکنن. ولی بدبختانه ما مردم یک سیاست غلط، شاید یک فکرانی غلط داریم. یک نفر وقتی که مرد، وقتی که از بین رفت، وقتی که زندان شد، بعد به قدر کسی میرسیم. امروز برام یک نوار روان کردن، یک جوان زور گریه میکنه. عادتا بنده زیر چنین یک فکرانی یک جوان هستم که باید گریه کرده گپ زنه. نباید ما اینقدر ضعیف باشیم. ای مردم، ما باید در نیروی خود، در قوه خود، در باوری خود و در مردم خود باور داشته باشیم. چرا ما باید امروز یک روی نوار ببرم گریه بکنم که برادر عزت بردن، من شب تا صبح خواب نکردم، من گریه میکنم، آب چشم میکنم؟ این اصلا از نظر بنده البته من چون یک عمل جوان مردی نمیبینم. در برابر چنین یک جنایت جوان باید کمر شبه بنده استاد شوه، مبارزه را دوچند زیاد بکنه. یادم است که یکی از خدمت هایی که خب ایزد امان برادر برای مردم تاجیکستان میکرد، گرچند که براش هیچ قرضی نبود، هیچ وظیفه نداشت، اما کارهای را واقعا انجام میداد که نه سفارت، نه وزیر کارهای خارجی، نه وزیر کارهای داخلیش، حتی رحمانوف در یگام سفرش تا امروز به هیچ یک مهاجر وا نخورده است و هیچ گاه همدردی در جسدهای بیجان مهاجر نکرده است. برای من یک مثال بیارین از چنین حادثه. آیا کرده است؟ یک منصبدار را، فرقی ندارد رئیس پارلمان است، وزیر کارهای خارجی است، رئیس دستگاه است، رهبر کشور است، یک مثال بیارین، یک نوار بیارین که یک نفر از این مقامات، یک دیپلمات از این مقامات محض به خاطر جسد بیجان این مردم آمد در کدام سردخانه رفت و جسد را گرفت از بودجه کشور روان به تاجیکستان کرد. آیا دیدین؟ آیا هست چنین یک ثبت؟ نیست. بارها ما در قضیه هویدا گپ میزنیم و تا زمانی که او قضیه روشن نشود باز هم گپ میزنیم. آیا دیدین که یک نماینده از حکومت در بالاترین دالان‌های وزیران و رئیسان وزارت‌ها نشست‌هاشون این قضیه را روشن کرده باشند؟ دو تا احمق از سفارت میبرند،
دو روز در بری آنها مثلا باز هم گم میشد. برادر ایزد امان در چنین روزها در بری مردم بود، گرچنده که خب سیاست های آمیخته داشت، گرچنده بعضی ها احترامش داشتن، بعضی ها قبولش نداشتن، اما در عموم یک دیوار بود، یک کسی بود که کاری را که باید حکومت میکرد اون نفر انجام میداد. سال 2020 تمام دنیا را بیماری گرفت. جوانهای ما، مردم تاجیکستان در فرودگاه افطابوس به افطابوس خوابیدن. ایزد امان بود. ما خطاب کردیم که این مردم طلب از حکومت بکنین برای شما جای خواب، برای شما غذا، برای شما کرایه خانه، برای شما کرایه راه بتن. چون سرقانون کشور میگه شهروند تاجیکستان در خارج کشور زیر حمایه دولت قرار دارد، از زبان من نیست. آن قانونی که اینها تجاوز کرده نوشتن در اون قانون بود، در اون سرقانون نوشته شده بود. اما دیدین، اما ایزد امان همراهی کمانده که تشکیل کردن در اون شب و روز در حالتهای وزبینه که اصلا دو برادر با هم سلام نمیکردن چون مریض بود، از به خاطر مریضی میگفتن. آنها رفتن کمک کردن، شاید طلبیدن، شاید زوره کردن، شاید التماس کردن، شاید خواهش کردن، شاید هر راه را استفاده بردن. از بازارها بود، از دکان، از هر کجایی که نبود غذا گرفتن، خوراکه گرفتن، پوشاکه گرفتن. شما ای مردمی که امروز مرا میشنوین کمک کردن. او کسی که در فرودگاه اگر امروز حساب بکن صد و هزارها نفر بود، نکیمی نفر کمر شبست با یک گروه جوانایی که در مرکز تاجیکان بودن رفتن کمک کردن، دستی آنها را گرفتن. با جایهای خواب کم هم بود، زیاد هم بود جایهای خواب. حتی کسایی که در خانه هاشون بودن با ماشین های شخصی گروه جمع شدن غذا میبردن برای شما میدادن. ساعت رسید است که انا همو کسی که غذا خوردی و گرسنه بودی طلب کردی، ساعت دفاعت رسید است. حرام است به خدا قسم برای جوان مرده که اگر یک ذره کمک از این نفر گرفتین در برابر این مصیبت خاموش هستین، باور کنید حرام است. باور کنید اگر امروز و امسال اگر در این دنیا جواب ندادین، فردا عدالت پروردگار اونجا پیروز میبینه. مطمئن باشین هیچ یک ترسی در اونجا نیست، هیچ دروغی گفته نمیشود. باز هم من از همه شما طلب میکنم ساعت نرسید است که ما گریه بکنیم، ما زوره بکنیم، ما امر بکنیم، ما داد بگیم. نه، طلب قاطعانه باید طلب بکنیم که ای مردم، ای حکومت فاشیست، ای حکومتی که تو امروز برای یک تابوت مهاجر مبلغ صرف نمیکنی، برای ربردن ایزد امان چند میلیون صرف کردی، کیها را خریدی، کدام گنرال ها را خریدی. چگونه یک نفری که 20 سال شناسنامه داره امروز او شناسنامه همچون یک شناسنامه بیکاره پیدا میشه؟ چگونه 20 سال با او شناسنامه اروپا رفت، امریکا رفت، ترکیه رفت، نیمه دنیا با او شناسنامه گشته آمد، امروز شناسنامه غیر رسمی شد؟ دروغ است، مردم فریبی است، قلابی از جانب حکومت است. اما طرفاً بعضی نوجوانای ما باور میکنن. یک گروه خورد داخل قوز اجنهایی که بین گردی حکومت میچرخند، جنهایی که هستند، آنها باور میکنند که خب درست است، خب حجتش چنین بود است. و یک 3-4 تا احمقی مسکپوشه که در رسانه ها دور میزنه، ببینین چه میگن، شما مردین بیای قتیمو گپ زنی. نه اجینه وقت اول همون ماسک رو تا بگیر، تو ناموس غیرت نداری، حتی میترسی از همون ماسک را درود کرده است که از حکومت رحمانوف دفاع میکنی. طبیعی است که بعضی مهاجرایی که خب در برنامه ها با ماسک گپ میزنن، اونها مظلوم هستند دیگه، اونها دیگر براشون مهم است که چنین بکنن، چون یک حکومت تقلبکار، قلاب و آدم دزد و قاتل داریم. اما طرف که از حکومت دفاع میکنه چی لازم مثل زن پنهان میشین؟ برای شما مطمئن باشین که وقت برای شما بر این بیناموسان نمیرسه، روز و ساعت رسه در نزد مردم جواب میتین. اما طرف دیگر برادران مهاجر باز هم نوابسته از شخصیت، نوابسته از ملت، نوابسته از منطقه، خب در منطقه اروپا هم برادرایی که هستین، ما چندین برادرها قد صحبت داشتم، حتی بعضی کمک هایی که میگه برای ما کردن تا اومدن به اروپا، این زحمت یک نفر بود.
درست است که اگر در سیاست یعنی که ضدیت داشت، اگر ضدی خب میکرد. کسانی که در حالت کرانتین گریه میکردن که ما خوراک نداریم، ای برادران ما را کمک بکنین، شما به داد شما آنها رسیدن. گرچنده که من باری هم هیچ کمک نیاز نداشتم، لازم نداشتم، اما نفرانی بودن که کمک لازم داشتن، نفرانی بودن که به پول رایگان در هر هفته براتون چی میداد؟ یک برنامه میداد از لحاظ حقوقی، از لحاظ سیاسی چی باید کرد. از سردخانه ها چقدر تابوت سرد این ملت روان کردن. ای مردم، ما و شما باید چی را انتظار شویم؟ به نام الله کو یک سپیچکا بکنین کو میگین؟ آخه ای مردم دیگر چی گونه؟ آخه منظور از سپیچکایی که شما میگین چی باید باشه؟ چی؟ پدری من بود میگفتین، خب پدری من کرامت شریفوف بردنش از دنیا گذشت، خدا رحمتش کنه. شیشتیم بعضی جوانایی که مخالف بودن کارچه زدنشون، از جمله برادر مقصود ابراهیموف از داخل روسیه دزدیده بردن، با مانند خب برادر بدلوف شوبدین و ده ها کسی دیگر. خب سیاسی است، خب دیگر عذر دارن دیگر. خب ما گفتیم خیر است، ما خودمون از اون برادرامون دفاع میکنیم. اما امروز یک نفری مردمی اگر یک ذره هم خدمت کرده باشه و یا 100% هم خدمت کرده باشه، مسئول هستین. براتون حتی وجدانتون باید عذاب بده در این شب روز مسئولیتی که حکومت انجام میداد، رستوران با رستوران در آغوش زنها خواب کرده استراحت میکردن، اما اون نفر نه شب شب میگفت، نه روز روز میگفت، نه همسر میگفت، نه کودک میگفت. شبهایی بود که بیدارخوابی تا صبح میکردن به خاطر این همی ملت. اما باید این مردم به قدر چنین انسان ها برسه. من نمیگم که شما بروین از یک نفر استاد، قهرمان، پدر ملت، پیشوای مهاجران، ما باید این فلسفه بی‌معنی را کنار بگذاریم. استاد، قهرمان، پدر مهاجران، برادر همخون، یک برادر بزرگی که در این میدان آمد 5 سال، 10 سال، 20 سال و هر چیزی که نباشه برای مردم یک ذره هم باشه خدمت کرد. باید به قدر این زحمت ها این ملت، این مردم باید رسید. یعنی چون این تراشیدن قهرمانی لازم نیست. این مردم نیاز به چنین عمل ها نداره. عزت امانوف نیاز نداره که شما ببرین بگین استاد، ببرین حضرت، ببرین پدر مهاجران. نه اصلا. یک برادر، یک هموطن، یک نفره که شبها، روزها، ماهها، سالها برای عضو این مردم خدمت کرد. گرچنده که اگر زیادتر مردمی در داخل مسکو براش خدمت کرده باشد، اما گید اطراف روسیه باید این را درک بکنه که یک برادری تو آمد نزد این برادر مشکلش حل کرد. این مردم باید عقلاً فکر بکنه، مردم باید وجداناً فکر بکنه.